ارتوی کسوشه رفتیم قسمت سوم. یه دونه ماشین اون پایین هستش مال دزدیدنه، ولی خب میخوام چون اینا رو بذاریم بعد بزنیم. اخا کسا دزدیدن ماشین رو نبر بیناموس. حالا اب نداره بعدا ننه تو میگم. خب حالا اینور میرم اینو تا خودم اینور اونور میکنم، بعد دارم میرم پایین چون اینا رو بذارم. خب من کسخلو بگو که اگه چونی نرو پایین نرو. وای نیفتاد کار شانس رو گاهیدم. اوه مولیمون کرد. مولی کسخل تو چرا اومدی پیش ما؟ نکن خر خدا. ما اونا افتاد ببینیم کدوم چونه کی میذاره. بیا چونه هم بذارین. کسخلم من بزن. من چقدر کسخلم، اگه نتونم اینو بزنم میرم میدم. چرا رفتم تو ماشین دستم صداتون نمیاد؟ برو بر زن اینم که گاهیدن. من باید درم اینجا جای خیلی شرایط از یا ابوالفضل داره این بر اون بر میکنه. اون چه کسنو بکونیه. ای بیناموس من تو ماشینم بیا. دارم در دیوار رو نگاه میکنم اینجا رنگش رفته. یه سنباده بیاریم رنگ بزنیم این خارکسته کیریو. حالا بمانه بعد این داخل یه نگاه میندازیم مثل پرا. ماشین بر میداریم و گاز میدیم، یه بوغ هم میزنیم میگیم پس مادر بوغ بزن چونده. ای کیرم تو چونه خارکسته. اینقدر ماشین ارزش داشت کیرم از صاف بره تو دهنه. کسکه تو کیری.